تو اگه میتونستی کاری کنی تا الان میکردی با من. خب ببین بازم میتونم اذیتت کنم. بر میدارم 3 سال تمام 3 سال تمام اومد تو زندگیم. من وقتی این کلیپو دیدم حتی باور نمی کردم که منم واقعا این صدای منه. و اون صحنه تنها چیزی که تو ذهنمی بود که دخترم، بچه من میبینه چی فکر میکنه مامانش واقعا دیوانه است و بچه که نمیدونه از جن و اینجور چیزا. بچه من هر سری این آشغال میومد تو بدن من و خودشو میکشید بالا. بچه من میترسید. بچه من نزدیک من نمیامد. خواستم اینو نشون خیلیا بدم که نگن نیست، هست. خدا نکنه آدم بدش پیدا شه که بیاد یه چنین طلسمی رو بندازه به جون آدم. زندگی آدم نابود میشه. شوهر من هر جا هر کاری که میره میگن نه، چون طلسم همراهم. اگر هم از اینجا صدای منو میشنوی، خدا لعنتت کنه. فقط همین.